No shot, no gimmick, no gimme look. No playing, go get it, no giving up. No gas, get a mask like give it up. Gotta get it, gotta kill it like fill it up. No drop, no wait, no hold on. Cock back, let it go like so long. Black suit, black tie with a slow song. درود به شما دوستان گرامی مخلصان فوتبال. امروز روز فوتبال است، روز فوتبالی که ما در باز انتظار بودیم و بازی‌های 8 نهایی لیگ چمپیونای اروپا امروز دایر می‌گردند و بازی از همه جالب امروز محض با شرکت پاریس سن ژرمن و رئال مادرید دایر خواهند شد. پیشگویی‌ها هر گونه هستند و یکی بهتر بداند پاریس سن ژرمن رو و دیگری رئال مادرید رو، اما ما باشیم انتظار بشیم که کدام از این دسته‌ها بهتر هستند. پاریس سن ژرمن و همچنین رئال مادرید در مدار بازی‌های لیگ چمپیونای اروپا 6 مرتبه با هم واخوردند. یک مرتبه پاریس سن ژرمن پیروزی به دست آورده است، 2 بازی مساوی انجام یافته است و رئال مادرید باشد در 3 واخوری دستبالو گردیده است. نتیجه توپ‌ها هم به نفع رئال مادرید است، 7-8. در سال 2018 این دسته‌ها 2 بازی با هم گذراندند که در آن رئال مادرید PSG رو با حساب 3-1 در میدان شکست داد و در سفر هم با حساب 1-2 به پیروزی دست یافت. بازی در سال 2019 باشد جالب‌تر بود و الکی پاریس سن ژرمن با حساب 3-0 رئال مادرید رو در میدان شکست داد و بازی جوابی این دسته‌ها در مادرید با حساب 2-2 خاتمه یافت. این سال باشد بازی خیلی جالب‌تر بگذرد. بعد دسته پاریس سن ژرمن اومدن مسی باز رقابت رو پرزور میکند و در اینجا بغیر از مسی باز 2 بازیگری بهترین امباپه و نیمار هم هستند که میتوانند پاریس سن ژرمن رو به سوی موفقیت کشند. اما رئال مادرید هم با کریم بنزما و دیگر ستاره‌هایی که در این عمل میتوانند سهم خود را گذارانند، رئال مادرید رو میتوانند در این واخوری پیروز گردانند. در اینجا پیشگویی‌ها تقریبا برابر هستند. یکی امید دارد که خط مدافعی خیلی خوبی رئال مادرید و پاریس سن ژرمن نمیگذارند که در این بازی گل زده شود، یعنی بازی با نتیجه مساوی 0-0 به پایان خواهد رسید. اما خوبیه که در حقیقت هر دو دسته‌ها حملگران نهایت خوب و جوان بازی میکنند. از طرف دیگر از روی پیشگویی‌ها نیمار در این واخوری شرکت کرده نمیتواند و یا اگر بازی کند هم خیلی کم. بازی دویمی که امروز ما انتظار هستیم این واخوری بین دسته‌های اسپورتینگ پرتغالیا و همچنین منچستر سیتی انگلیس می باشد و کورشدوسان بر آن عقیده هستند که منچستر سیتی با آسانی به دور دیگر خواهد گذشت. چگونه می شود امروز جوابش رو ما خواهیم گرفت. اکنون دوستان گرامی بعد نویگیری فوتبال داخلی کشور میگذاریم و امروز بیشتر درباره کلوب مرکزی ورزش ارتش سخن خواهیم گفت. شمس‌الدین قاسموف کاپیتان این دسته حالا به حیث سرمربی دسته جوانی کلوب مرکزی ورزش ارتش تعیین گردید. شمس‌الدین قاسموف در این وظیفه علمشو قدمشویف رو عوض نمود. شمس‌الدین قاسموف از سال 2018 این جانب زیر نظر کاربران امور فوتبال ما قرار دارد. سال 2018 او در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر 20 واخوری گذرانیده 1662 دقیقه در میدان بازی کرد. اون سال با دروازه حریفان 2 توپ زده بود. شمس‌الدین سالهای زیاد با حیث کاپیتان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به میدان آمده است. در موسم فوتبال سال 2019 16 بازی با 1 گل زده‌اش تاریخ هنرنمایی‌اش را روشن می‌کنند. 1284 دقیقه در میدان هنرنمایی بود. از چی باشد که سال 2020 سرمربی اوکراینی کلوب مرکزی ورزش ارتش سرگئی ژیتسکی و شمس‌الدین قاسموف همگی امکان داد که در 13 واخوری به میدان آید و 642 دقیقه بازی کند. او 1 گل زد و در 1 واخوری بازیگری بهترین اعلان گردید. امین سوبحانی با بازیگری با تجربه امکان داد که آخرین تیرهای خود را در میدان بازی خالی کند. در 16 بازی شمس‌الدین قاسموف به دروازه حریفان 7 توپ زد که 1 تاش از پنالتی بود و 1 ضربه 11 متر را به هدف نرسانید. 3 مرتبه بازیگری بهترین اعتراف شد. 3 مرتبه با کلوب مرکزی ورزش ارتش شمس‌الدین برنده مدال‌های برنجی چمپیونات تاجیکستان گردیده است. کلوب مرکزی ورزش ارتش با علیشیر سفروف یکی از بازیگران با استعداد جوان مملکت که در هیئت دسته‌های جوان نورسان تاجیکستان بازی کرده است شرطنامه خود را به امضا رسانید. علیشیر سفروف بعد به صدمه گرفتار شدنش در فوتزال هنرنمایی میکرد و آنجا هم نامور شده است. اکنون با میدان فوتبال برگشتنش، میدان فوتبال کلان برگشتنش با او چی حاصل خواهند آورد
ما و شما در موسم سال 2022 با هم خواهیم دید. Cock back, let it go like so long. Black suit, black tie with a slow song. باز یک خبر دیگر از کلوب مرکزی ورزش ارتش. شادیبek غفاروف یکی از بازیکنان بهترین کشور حمله‌گر که سالهای زیاد در دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی میکرد از دسته رفت و روبروی دسته به او کامیابی ها تمنا کردند. شادیبek غفاروف 29 ساله سابقا در دسته منتخب نوجوان جوان تاجیکستان بازی کرده است. از آماری در دست داشته‌مان او در سال 2018 در سربازان 18 بخوری گذرانید، 4 گل زده است و 1489 دقیقه در میدان بود. سال 2019 او جالبتر بازی کرده، از 18 بخوری 7 توپ به دروازه زد و 2 مرتبه بازیگری بهترین بخوری گردید. 1317 دقیقه در میدان بود. در موسم فوتبال سال 2020 دستاوردهای موسم گذشته خود را شادیبek تکرار کرده 1465 دقیقه وقت را در میدان بازی پس سر نمود و باز 7 توپ هم زد. شادیبek غفاروف در موسم فوتبال سال 2021 اصلا از کرسی احتیاطی به میدان می آمد و در 19 بازی کلوب مرکزی ورزش ارتش که 9 مرتبه از کرسی احتیاطی و 3 مرتبه با خارج شدن از میدان را در بر میگرفت میدانداری نمود. با او میسر نشده است که به دروازه حریفان سال گذشته گل زند. 585 دقیقه در میدان هنرنمایی کرد که این خیلی کم بود. 3 کارت زرد هم در این سال او را پیگیری کردند. کلوب مرکزی ورزش ارتش با بازیگرانی که سال گذشته آنقدر زیاد در میدان نبودند جدا می شود. باز یک بازیگر فیروز بوبیف هم از دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش رفت و کلوب مرکزی ورزش ارتش با این بازیگر شرطنامه خود را به دروازه برد. فیروز بوبیف نیمه‌وزگاری کلوب مرکزی ورزش ارتش در یک قطار دسته‌های کشوری مولداوا بازی کرده است و جوانی‌اش را در اکادمی کیشینیوف گذرانیده است. و این قطار سفینتول گیورگی، اکادمی کیشینیوف، گاگاوزا، کامرات، سپرانسا و پتروکلوب نامبر می‌شوند. سال 2012 با این دسته استقلال دوشنبه آمده است. معلومات دقیق در این باره در دست نداریم. فیروز و آمار او را در صحنه فوتبال تاجیک سال 2020 در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش پیدا کردیم. 16 بخوری گذرانیده، 6 بار عوض شده است و 3 گل زده است و 1 مرتبه بازیگری بهترین و 1091 دقیقه در میدان هنر نشان داده است. موسم سال 2021 هم در هیئت سربازان باقی ماند. 12 بخوری با 10 عوض شوی، 2 گل و 1 بازیگری بهترین با 382 دقیقه سیمای او را به ما روشن میکند. اکنون او در کدام دسته بازی میکند معلومات دقیق به ما نرسیده است. باز یک بازیگر کامران میرزاخان هم از کلوب مرکزی ورزش ارتش آزاد شد. با او دسته همکاریش را خاتمه داد و از این رو کامران میرزاخان میتواند در دسته های دیگر بازی کند. از آماری که ما در دست داریم چنین است. کامران میرزاخان سال 2018 14 بخوری گذرانیده است و 1260 دقیقه در میدان بوده است. سال 2019 15 بازی 1 مرتبه عوض شده است، 1 کارت زرد دارد، 2 گل زده است، 2 مرتبه بازیگری بهترین با 1268 دقیقه میدانداری. سال 2020 باشد نتیجه ها همین گونه بودند. 15 بخوری، 1 عوض شوی، 2 کارت زرد، 1 کارت سرخ و 1348 دقیقه در میدان. اما سال 2021 باشد کامران از همه بیشتر بازی کرده است. 21 بخوری، 2 مرتبه عوض شده است، 5 کارت زرد، 1 کارت سرخ، 3 گل و 1795 دقیقه. کامران میرزاخان هم مثل دیگر بازیکنان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش 3 مرتبه برنده مدال‌های برنجی چمپیونات تاجیکستان گردیده است. اکنون این بازیگر در کجا بازی میکند ما و شما او را پیگیری خواهیم کرد. دوستان گرامی، خبرهایی بودند که ما می‌خواستیم به سمع شما رسانیم. باقی صحتمندی پیروزی شما آرزوی ماست. خیر تا بازدید.